یه کافی بگیریم واسه آرش. پر اومده. بریم کافی برای آرش بگیریم که امروز می‌خوایم یه صحبت خیلی حساس با آرش داشته باشیم. صحبت خیلی جدی. خودم آمریکا رو خیلی حال نمی‌کنم. من می‌خوام ژاپن. 2-3 سال برم ژاپن، یه دونه از این ماشینای کلاسیک هم بگیرم، از این شهر به اون شهر. آرش یکم اونجا آمریکا باش صحبت کنیم. یه انیمه اومده رو سیزن آخره. تو دد نوت رو دیدی؟ اولی من ندیدم. باور میشه؟ کیان دد با هم تای نشده بود؟ نه. با آرش زنگ بزنم کی میاد. یه آمریکا رو بگیر دسته بود. کافی که گرفتیم، دو تا آمریکا رو گرفتیم. دیگه بریم سم کم کم پادکست رو یه دسته بریم. خب بریم. همه چی اوکی دیگه. ما میتونیم تو کمی هم شروع کنیم دیگه. کافی رو پس بزنیم. بگیم دستمون ببینیم چه خبره دیگه. آرش تو پارسال گریجویت شدی؟ آره من تا باورم میشه تا دیشب فکر می‌کردم تو همین امسال گریجویت شدی. آره من اینقدر حافظم بده من. نه آره من پارسال گریجویت شدم جون 2022. بعد این یه سال چیکار می‌کردی؟ این یک ساله دنبال این دیگه ور رفتن یا؟ آره راستیاتش دوست داشتم، یعنی حالا به هر حال یه درس خونده بودیم تو این 6 سال، ولی میخواستم هم این نالجه رو یکم قوی ترش کنم. احساس می‌کنم واقعا هنوز مثلا یه دوره اینا رفتی؟ نه دوره نرفتم، نشستم خودم درس خوندم و مثلا واسه آمریکا رفتن یه سری امتحانا هست بهش میگن USMLE میشه یونایتد تو USMLE دادی؟ آره. بعد اون امتحانه رو 3 تا امتحانه، یکیش مثلا نالج بیسیک تو توش سوال میپرسن، چیزایی که مثلا از سال 1 تا 3 میخونی، ولی خب همه چی هست توش. یه دونه از خیلی کلینیکاله، یعنی مثلا انگار تو بیمارستانی مریض اومده و باید بدونی چه کاری بهتره. یعنی همشون ریتنه؟ جفتش ریتنه کتبیه؟ آره ریتنه، یکیش 8 ساعته یکیش 9 ساعته. این استپ 1 و 2. یعنی چه 8 ساعت 9 ساعت امتحانه؟ آره 9 ساعت امتحانه. واقعا میگی به آنلاین؟ نه یعنی آنلاین هست ولی میری یه جا میشینی تو یه سنتری بهش میگن پرومتریک سنتر. تو بوداپست بود؟ آره تو بوداپست هست. بازه یعنی 1 سال باز شده. ایوه پس تو شانس آوردی دیگه. آره خوب بود این که من نمیخواست برم جای دیگه، ولی استپ 3 وقت حتما تو خود آمریکا بدیم. اون 18 ساعت فکر کنم 17-18 ساعت امتحان. اونو هنوز ندادی؟ نه. ولی این دوتا که با موفقیت رفته دیگه. آره اینا رو. و کدومش سخته است؟ یعنی مثلا کدومش شد مثلا الان دوتا رد کردی چند درصد احتمال میدی که سومی هم رد کنی؟ سومی آسون، یعنی سومی مثل دومی است، واسه همین خیلی سخت نیست، یعنی آلردی واسه مثلا چند بالایی داری واسه قبولیش؟ آره اوکیه، 1-2 ماه میشه جمعش. مثلا چرا مثلا ممکنه نشه مثلا منتظر جواب اپلایتی؟ ببین من خیلی رشته داخلی رو دوست دارم. رشته داخلی و از اون ور مثلا فلوشیپ قلب. تو وقتی این امتحانا رو میدی اپلای میکنی واسه بیمارستان‌های مختلف تو آمریکا. بعد اپلای که میکنی منتظر میشی که اونا اپلیکیشن تو چک کنن و بهت جواب بدن. مثلا هر سال 8000 نفر حدوداً اپلای میکنن واسه رشته‌ای که من میخوام. 8-9 هزار نفر کسایی که همه این امتحانا رو پاس کردن. یعنی اونا این مراحل رفتن. آره اونا این مراحل رفتن و حالا بین این 8-9 هزار نفر تقریبا مثلا 4000 تا اثبات هست. حالا خب یعنی تقریبا 50%. خب چجوری انتخاب میکنن باز بین این؟ ببین اول خب نمره امتحان چطور بوده، بعد مثلا کی گریجویت شدی، این خیلی مهمه. مثلا اگه تازه گریجویت شده باشی بهتره، مثلا اگه 5 سال گریجویت شدی مثلا بیشتر یکم سخت‌تر میشه. تو پزشک باشی بری USMLE بدید دیس ادوانتیج واسه؟ ببین خب اونا میخوان تو سنت پایین باشه، نمیخوان سنت خیلی، یعنی حالا سن نه، میخوان تازه گریجویت شده باشی، چون تا اگه خیلی وقت گریجویت شده باشی دیگه بیس نالجت ساخته شده و یاد گرفتی همین چیزو. اونا چی به تو یاد بدن؟ یکم دیدشون اینجوریه، ولی خب امکان داره، یعنی یکم سخت‌تر میشه ولی هست. بعد تو دوست به نیویورک آره گفتی؟ ببین من یه ماه رفته بودم اونجا، یه ماه توی بیمارستان کار کردم. همینو خواستم ازت. تو یه بار یه دوره رفتی آمریکا؟ آره. یه ماهه بود. آره. بعد کجا رفتی؟
یه بیمارستانی تو بروکلین بود، مثلا هماتولوژی طور چیز کانسر و هماتولوژی. خیلی وایب جالبی داره. یعنی اصلا چجوری رفتی؟ آره یه بیمارستان پیدا کردم، اپلای کردم بهش. بعد درس تموم شده بود یا نه هنوز سال آخر بود؟ سال آخر بودم. این بهش میگن کلرکشیپ. اوکی. بعد مثلا چجوری بود؟ ببین یعنی هر کسی میتونه بره یا مثلا تو نه مثلا هر کسی میتونه بره، باید مثلا ایمیل بزنه پیدا کنه یه جایی. ویزاش و اینا چطور بود؟ ویزا هم خودشون کاراشو میکنن؟ نه خودت باید کارشو بکنه. اونا فقط به تو یه نامه میدن که مثلا تو باید تو این بیمارستان بری یه مدت کار کنی دیگه. من رفتم اونجا، ابزرو میکنی، میبینی مثلا دکتر چی کار میکنه. بعد من یعنی هدفی که این کار رو انجام دادم این بود که من بیشتر با سیستم آمریکا آشنا شم، ببینم چی به چیه. خب اکسپریانس جالبیه. ویژگی دومش این بود که خب میتونم ازشون لتر آف ریکامندیشن بگیرم و بذارم تو. اصلا چجوری بود؟ اصلا رفتی مثلا اولین بار بود که میرفتی آمریکا دیگه؟ نه دومین بار بود. قبلش کی بود مسافرت؟ قبلش بچه‌تر بودم، با مامانم رفته بود. خیلی کم بود سنه؟ 8 سال. سپر خیلی مثلا چیز نه خیلی. خب الان مثلا این سری رفتی مثلا اون چیزی که فکر می‌کردی بود؟ چون خودم که مثلا اینجا زندگی کردی مثلا بوداپست بودی و اینا، مثلا یه دفعه خیلی واسط گفتی واو من دیگه باید برم حتما هر چقدر سخته یو اس ام رو بدم. ببین خیلی این که رفتم اونجا واسم خیلی انگیزه شد که امتحانا رو زودتر بدم. این واقعا درسته. و خب ببین رشته پزشکی رشته‌ایه که بر اساس گایدلاین‌ها داره اداره میشه. یه سری مثلا اسوسییشن ارگانیزیشن هستن که اینا گایدلاین‌های پزشکی رو مثلا میگن که چجوریه. یه مثال ساده بزنم، مثلا تو کووید اگه یادتون باشه میگفتن آقا این دارو رو بدیم، بعد 2 ماه بعد میگفتن نه این دارو رو ندیم، به درد نمیخوره. مرکز اکثر این ارگانیزیشن ها تو آمریکا. پس آمریکا قطعاً بهترین داستانه تو این موضوع. قطعاً بقیه کشورام خیلی، مثلا آلمان جاییه که خیلی حرفای خودش، مثلا اروپا خودش ارگانیزیشن های خودش رو داره، طبق چیزای خودش رو میرن، ولی به هر حال دیدشون رو به نظرم از آمریکا میگیرن. و سیستم پزشکی تو آمریکا خیلی جالب تر از همه جای دیگه دنیا هست به نظر من. یعنی خیلی ارگانایزتره همه چیز، ولی خیلی هم جدی تره. خیلی همه چیز مثلا قانونمند طور تره. یعنی خیلی اینو احساس میکنی، خیلی حواست باید بیشتر باشه. قبل اینکه کار اصلا آمریکا رو بگی و اینا، خود زندگی چجوری بود؟ اشغال توش کردی تو یه ماه این برنامه رفتی؟ رفتم آره. حالا مثلا هدفم بیشتر واسه رفتن به جای مختلف، مثلا 5 تا استیت رو من رفتم. کجا رفتی؟ نیویورک رفتم، فلوریدا رفتم، تگزاس رفتم، کالیفرنیا رفتم، نوادا رفتم. خب بعد مثلا تو همه‌شون تونستی اشغال اینا بکنی؟ می‌خوام کلا زندگی رو مثلا توش بخوای بگی مثلا لایف استایلش هم حال کرده یا فقط به خاطر اینکه مثلا شرط کاریش بهتر از اروپاست؟ نمیتونم بگم با لایف استایلش حال کردم، چون هنوز لایف استایلش رو تجربه نکردم. من مسافرت رفتم، نرفتم اونجا کار کنم. نمیشه فهمید. آره نمیشه فهمید. به عنوان سفر خب خوش گذشت و قشنگ احساس میکنی با این وجود که حالا تو اگه اروپا هم زندگی کرده باشی بری آمریکا، واقعا میفهمی که یه دنیای دیگه است. یعنی فرق داشت خیلی واسط؟ ملموس بود اون فرقه؟ فرق داشت ولی ملموس و خیلی اولین بار در اپیزودهای فیس بوده. ولی خب این که مثلا میگیم فرق داشت دلیل نمیشه که اونجا بهتره. میفهمی چی میگم؟ بستگی به دید تو نسبت به زندگی داره. مثلا یه نفر اینجا من دوستایی دارم که واقعا از نظر نالج سواد فوق‌العاده‌ان، یعنی اگه واسه آمریکا اپلای کنن واقعا بهترین جا قبول میشن، ولی خیلی هاشون ترجیح دادن تو اروپا بمونن. اصلا من دوست داشتم همکلاسی که آمریکایی بود، اومد اروپا و اروپا موند، نرفت دیگه. تعدادشون هم زیاده، مثلا چند نفر رو میشناسن. کجا بودی تو این یه ماه؟ یعنی خونه گرفته بودی یا مثلا که پلو آشنای کسی بودی؟ خیلی این تجربه جالبی بود واسم. من ببین همه چیم لحظه آخر درست شد. یعنی مثلا اینکه اپلای کردم، بعد اپاینتمنت واسه ویزا نبود، مجبور شدم اپاینتمنت ویزام 10 روز قبل رفتنم پیدا کنم. یعنی 10 روز قبل رفتنم. چقدر طول کشید کل پروسه که مثلا اپلای کردی تا روزی که آمریکا بودی؟
ببین خب من دنبالش بودم، مثلا بهت بگم از فبریری دنبالش بودم که برم، میگم از فبریری ببخشید، از نوامبر. از نوامبر دنبال این بودم که برم، هی میگشتم دنبال جای مختلف بودم، ایمیل میزدم جواب نمیدادن، ولی تا اوکی شد دیگه من تو اپریل رفتم. یعنی از نوامبر تا اپریل پروسه طول کشید، ولی مثلا جنوری فهمیدم که میتونم یه جایی رو برم، جنوری اونجا اپلای کردم. و بعد شرط خاصی میخواد؟ یعنی مثلا میخوام بگم که مثلا نمره یا چه میدونم یه چیزی مدرکی ازت خواست؟ آره مثلا این که دانشجو پزشکی هست ولی کار نمی‌کنی، ابزرویشن بیشتره. ببین حالا چون من به عنوان دانشجو رفتم هندز آن بود، یعنی هندز آن یعنی اجازه داشتم مثلا با پیشنت کانتکت بیشتری داشته باشم، ولی اگر بعد گریجویشن بری ابزروشیپ بهش میگن، یعنی فقط میتونی ابزرو کنی، نمیتونی کاری کنی. بعد نمیدونی واسه دنتیستری هم هست یا نه؟ هست. کسی دیدی بره و اینا مثلا؟ یه چند تا بچه‌ها بودن رفتن، ولی حتی ایرانی؟ آره. ببین یه نکته که راجع به ویزا گرفتن آمریکا هست، من اینو متوجه شدم، از توی اروپا ویزا گرفتن خیلی راحت تره واسه ایرانی‌ها. یعنی اگه بدونن تو مثلا این رزیدنت اروپا هستی، خیلی ویزا پروسش راحت تره. مثلا من رفتم خیلی استرس داشتم. تو سفارت هم رفتی؟ آره. من خیلی استرس داشتم، ولی یه اینترویو 5 دقیقه‌ای خیلی واقعا ریسپکتفول بودن، خیلی همه چی خوب بود. داکیومنتی آنچنان از من نخواستن، یعنی من همه چی آماده کرده بودم. چه داکیومنتی میخواد؟ مثلا استیتمنت بانکی و این چیزا میخواد؟ به من گفتم مثلا استیتمنت بانک تو بیار، این چیزایی که اینطور نیست که مثلا سفارت به تو بگه چیزی بیار، خودت یه سری داکیومنت ها رو باید ببره که مثلا نشون بدی آقا مثلا پول به اندازه کافی داری، خونه اینجا مثلا دلیل داری که برگردی، کانترکت خونت مثلا اینجا. آره من فقط بهشون گفتم که دانشجوام دوره مثلا، و فقط بهشون گفتم دانشجوام و فقط بهشون کاغذی که یه جا منو اینوایت کرده نشونشون دادم دیگه، چیز دیگه از من نخواستن. خیلی جالب بود واسم. چیز بانک نبرد یعنی تو؟ بردم ولی نخواستن. اوکی. اصلا نگفت نشونم. عجیب. خیلی بعد دنتیستریشو گفتی وسوسه شدم، دوست دارم برم. آره. که خیلی یه دوره باحال میشه برم. بعدش گفتی لحظه آخری شد و می‌خواستی خونه رو بگی. آره خونه گرفتم. خونه اون لوکیشنی که چون می‌خواستم برم، ببین جایی که من رفتم اینو بزنم، جایی که من رفتم میشد دیگه پایین شهر بروکلین. یعنی یه جایی بود که واقعا ترسناک گنگ بود خیلی. ببین روز اول که رفتم یه حس عجیبی داشتم، یعنی مثلا ببین هم قشنگ یادمه همون روزی که رسیدم رفتم وسایلامو گذاشتم تو اون ایر بی ام بی که گرفته بودم، رفتم توی مکدونالد. بعد خب حالا مثلا ما که اروپا زندگی میکنیم، مثلا تو بوداپستیم، یکم زبون مردم خب نمیفهمیم دیگه. حالا مثلا شاید کلمه چون، ولی وقتی تون صحبت کنه اینا که ما چیزی نمیفهمیم، ولی خب این حسه که تو توی جای هستی کامل میفهمی بقیه چی میگن کنجکاوت میکنه. بعد من نشسته بودم تو مکدونالد داشتم ساندویچمو میخوردم، چند نفر پشت من نشسته بودن. خب همه در حال تو بروکلینه، همه سیاه. تو تنها بود؟ من تنها یعنی یه ایر بی ام بی گرفته بودی که تک بودی توش؟ حالا همینا بهش میرسم. ایر بی ام بی تنها نبودم، یه اتاق گرفته. یه اتاق توی خونه با یه زن سیاه پوست. اوکی. آره یعنی اون هم مسافرتی اومده بود بروکلین؟ نه اون خونش اونجا بود، یعنی من یه اتاقش ازش رنت کرده بودم، صاحب خود ایر بی ام بی. اوکی خونش بود. خب آره. بعد من وسایلم گذاشتم اومدم بیرون، رفتم مکدونالد ساندویچ گرفتم، داشتم میخوندم، چند نفر پشت سر من نشسته بودن، هم سیاه پوست. خب به هر حال اونجا منطقه شونه. یه دفعه طرف گفت که آره دیشب تو خیابون پشتی یه پسره تفنگشو در آورده بود، زده بود فلانی مثلا اینا کشته، پلیس اومد. ببین فکر کن تو تازه وارد شدی الان فهمیدی روز خیابون بغل یه آدم کشتن. بعد خیلی واقعا اون تایم واقعا ترسیدم، یعنی مثلا
اومدی یه جای جدید، اصلا هیچ ایده‌ای نداری، همچین چیزی اولین چیزیه که میشنوی. ولی وقتی گذشت و مثلا تو اون محیط کار کردم، همه مریضا خب به هر حال سیاه‌پوست بودن، باشون حرف زدم، قشنگ اونجا عادت کردم، دیدم که نه اصلا کامفتبل شده بودم، با اون سوپرمارکت محله دوست شده بودم، هر دفعه میرفتم مثلا با هم حرف میزدیم، خیلی فرندلی تر شد همه چی واسم. یعنی مثلا ببین من اینجا 7-8 ساله دارم زندگی میکنم دیگه، هنوز سوپرمارکت محلمون میرم، طرف این همه سال منو دیده اصلا یه های درست حسابی به تو نمیگه. ولی اونجا من بعد 2 هفته رفتن از یه جا خرید کردن، طرف با هم رفیق شده بود، مثلا دست میدادیم مثلا اینجوری. واسه من که از اینجا رفت بودم چیز عجیبی بود دیگه. آره همین حتی یکی خیلی دیگه کلمه بار منفی فکر نکنم. میرفته هم میگن اون وایته. حتی قدرت انتخاب هم داشتی که مثلا مجبور بودی که به بروکلین، یعنی جای دیگه میتونستی بری؟ راستیاتش خیلی دوست داشتم نیویورک باشم. حالا چند تا دلیل داشتم. چی بود دلیلا؟ یکی این که اگه بقیه جای آمریکا میرفتم حتما با ماشین میگرفتم، چون واقعا بدون ماشین جای دیگه آمریکا نمیشه. چرا؟ فاصله زیاده. پابلیک ترانسپورتش مگه خوب نیست؟ اصلا افتضاح. جدی؟ اصلا تقریبا تو اکثر شهرهای آمریکا پابلیک ترانسپورت اصلا به درد اصلا یوزلسه. حتما با ماشین داشته. زندگی کاملا ماشینیه. بدون ماشین تو فلوریدا حداقل جایی که من بودم نمیتونی زندگی کنی، توی لس آنجلس به هیچ عنوان نمیتونی زندگی کنی بدون ماشین، اکثر جای آمریکا نمیتونی بدون ماشین زندگی کنی، حتما ماشین لازم داری، یعنی بری کار کنی. پس خود انتخاب کردی که بری بروکلین؟ میخواستم نیویورک باشم چون پابلیک ترانسپورت خیلی خوبی داره و همه جاشو میتونی بری. به هر حال یه شهری هم هست که تو حتی اگه یه بار نرفته باشی، حتی 1 بار نرفته باشی، تو شهره که میری واسه آشنا، چون تو فیلم‌ها خیلی دیدی، اسم خیابونا رو میشناسی. مثلا چه میدونم قطعاً تو وال استریت رو شنیدی. یه مثال مثلا میزنم، یه سه مثلا سنترال پارک و به هر حال همه خیلی هاشو تو فیلم‌ها دیدی. آره دیدی، میدونی این ویژگی رو داره آمریکا. ولی ببین من هنوزه نمیدونم، دوست دارم آمریکا رو، خیلی دوست دارم آمریکا رو، خیلی سیستم پزشکیشو دوست دارم. ولی دو دلی یعنی ولی هنوز واقعا نمیدونم که آیا منی که تو اروپا زندگی کنم برم اونجا مثلا چجوریه واسم. تو هم یه 7-8 سال چالنجه. آره واسم یکم چالنجیه چیزی بری. این یعنی مثلا اینطور نیست بگم یا آمریکا یا هیچ جا، مثلا اینجا هم پوینتای مثبت خودشو داره. میدونی؟ و من یه چیزی داشتم، تو اونجا کار میکردی میرفتی بیمارستان، چجوری وقت کردی اون همه استیت دیگر رو بری ببینی؟ یعنی ویکندا میرفتی یا چجوری بود؟ ببین من خیلی فامیل آمریکا دارم، عموام. نه مثلا اونجا بهت گیر نمیدادن آقا مثلا پاشو ببین بیمارستان؟ خب نه دیگه، من کلا تو اون تایمی که بودم 30 روزش روتیشنم بود، 10 روز اضاف موندم رفتم مسافرت، یعنی بعد اینکه تمام یعنی 10 روز فری بهت دادن. آره ولی خب ویکند دومی هم که رسیدم فقط ویکنده رو رفتم پیش یکی از عموام تو تگزاس. ایوه. ولی عموما بعد از این که تموم شد روتیشنم رفتم. اون یه ما با چی خیلی حال کردی؟ مثلا گفتی مثلا به چشت خیلی خورد که آقا آمریکا اینش خیلی فرق داره با اروپا؟ سیستم پزشکیش با چی حال نکردی؟ خورد تو ذوقت؟ گفتی ای چه اینجا این چه عجیبه، مثلا اینش بده، چیزی بود اصلا؟ ببین ما اینجا خیلی راحت تر زندگی میکنیم، خیلی یه مثال کوچیک‌تر شهر دیگه، مثلا هم کوچیک‌تره، هم همه چی در دسترس تره. مثلا حالا به جز اینا مثلا تو اینجا خیلی راحت تر، مثلا تو خیابون اگه یه آبجو بگیری دستت آبجو بخوری کسی به چیزی نمیگه، ولی اونجا نمیتونی این کارو کنی. چرا؟ گاله اصلا واقعا اجازه میگی؟ نداره. آره نمیدونستم تو یعنی تو خیابون نمیتونی نه نمیتونی. مطمئنی؟ آره. تو نمیتونی تو خیابون، اگه مثلا قوانین سفت و سختی داره، مثلا تو اگه بخوای الکل هم داشته باشی فکر میکنم، ولی اینو مطمئن نیستم، اگه بخوای بخوری با حتما توی یه بگی باشه. این که مطمئنم نمیتونی بخوری تو خیابون، مثلا یه آبجو بگیری دست تو خیابون بخوری پلیس میاد میتونه بهت گیر بده.
خیلی خب حتی فکر کنم ممکنه ایالت با ایالت فرق کنه. نه فکر نمی‌کنم. فکر کنم تقریبا همه جای آمریکا این قانون هست. بعد تو استیت که رفتی بالاترینش کدوم بود؟ تو همون چند روز حالا تو نیویورک احتمالاً نیویورک من از هم بیشتر دوست داشتم، ولی خب نیویورک کارم بیشتره، لود کاری خیلی بالا، این سخته. ولی خب فکر کنم بیشتر هم میتونی درآمدش بهتره. خب خرجت هم بیشتره، اتفاقا تکسش هم بسیار بالا. فرق داره استیت با استیت تکس و این داستان قوانین. استیت با استیت فرق داره. مثلا تگزاس یه جای خیلی چیله، تکسش اونقدر زیاد نیست. مثلا یه چیز جالب که من دیدم، حالا میگم اونقدر اطلاع ندارم، ولی چیزی که شنیدم اینه که ایالتایی که جمهوری خواهن، مثلا میگن ایالتای مثلا ردن تو همون چیز، اینا تکساشون عموما کمتره و مردم اونجا بیشتر پول دارن. یعنی خیلی جالبه. مثلا تگزاس، فلوریدا، اینا مردم بیشتر اونجا، خیابونای ماشینای گنده، قوله اصلا. الان اینجا هم رفتی بیمارستان، اونجا هم رفتی بیمارستان، سیستم درمانیاناش چجوریه؟ یعنی فرقی دارن؟ نه، سیستم پزشکی رو باید از طریق کلا برخورد با مریض کجا بهتره؟ یعنی اونجا به نظر مثلا بهتر برخورد میشه، بیشتر رسیدگی میشه، یا اینجا مثلا؟ به نظرم اونجا بهتره. سیستم اورژانسش اینا هم بهتره، مثلا بری آقا من حالم بده زودتر رسیدگی. سیستم خیلی بهتره، ولی خب باید به این توجه کنی که پول عجیب غریبی هم داریم. الان تو مثلا یه مثال بزن، اگر مثلا الان داری راه میری بخوری زمین، پات پیچ بخوره، بخوای بری ببینی پات شکسته یا نه، یه چک کردن، یه ایکس ری گرفتن و چک کردن بدون اینشورنس $2000 میشه. میدونی پول عجیبه، پولی که میدی عجیبه. قطعا تو بیمارستان هم اینجا هم کم نیست تو بخوای یه چیز اینجا هم اگر تو اینشورنسشون رو داشته باشی تو پولی نمیدی. اونجا با اینشورنس باید $2000 بدی؟ اونجا مثلا با اینشورنس میشه مثلا $300، 2000 میشه به هر حال $300. 300 یعنی واسه مردم هزینه‌های هلت کیر خیلی عجیب غریب زیاده. بگم اینشورنسش هم باید زیاد باشه، یعنی باید زیاد بدیم. پول زیادی ماهیانه واسه اینشورنس باید بدی. من یه ماه رفتم یه اینشورنس درب و داغون گرفتم. واقعا اینشورنس درب و داغون که مثلا زده بود اگه مثلا سرما خوردی ما مثلا، آره مثلا نوشته بود اگه تصادف کنی مثلا اونجا مثلا یه کمکی بهت میکنه، تصادف بد بکنی عمل اگه مردی جسدتو میفرستیم ایران مثلا. یه همچین چیزی بود. چقدر دادی؟ 100 و خورده $100 واسه مثلا 30 روز. بعدم حالا نه خیلی 150 تا، ولی خب حالا این واسه یه ماه تو فکر کن اونجا زندگی کنی، فقط بهت زنگ میزنه ان شاءالله خوب بشی. بعد آرزوی سلامتی. آره یعنی مثلا دقیقاً همینجوری آرش جان مثلا ان شاءالله که به زودی خوب بشی. با مشاوره است توش، فقط 150 تا مشاوره. اینجا چقدره مجارستان؟ من هیچ وقت، من فقط یه سال اول اینشورنس داشتم. نه داری هر سال تو رو دانشگاه پولشو نه بر ما فکر کنم اینطوری نیست. مگه میشه؟ فکر کنم آره، بر ما فقط میگی استیتمنت با این، میگی که آخه نه نمیتونی، مطمئنم شاید ایمیگریشن آفیس ازت آره یه چیزی میگیره. چقدر میدی تو اینجا چقدره؟ به اینجا هم همون یه اینشورنس هم اینجوری آره اون اینشورنس هم میگه مثلا بیس اینشورنس اون سالیانش مثلا $100 بود. دعای مادر. 2 دقیقه رست کن که لاش کن، لاشو بنداز زیرش. خب تو الان بخوای بری چیز کی میری آمریکا؟ خب ببین الان من تو بهترین حالت یعنی کی اوکی میشه که مثلا بری؟ من سرتیفیکیشن آمریکا رو یه سرتیفیکیشن باید بگیری بهش میگن ECFMG. من اونو گرفتم، حالا با اون میتونم اپلای کنم واسه تخصص. الان اپلای کردم چند وقت پیش، منتظرم بهم اینترویو بدن، بعد اینترویو انجام میدم، تقریبا طرفای اید بهم میگن قبول شدم یا نه، یعنی تا اون موقع میفهمم. بعد برای مرحله سوم باید بری آمریکا دیگه. آره برنامه‌م اینه که تا مثلا چند ماه آینده بدم امتحان استپ 3، چون اگه اونو بدم میتونم ویزای بهتری بگیرم. اگه اون ویزا رو بگم خیلی تو آمریکا، چون به آمریکا دغدغه ویزاش عجیب غریبه، مثل اروپا نیست. اروپا خیلی راحت تره، ولی آمریکا ویزا واقعا استرس داره.
یه دفعه ممکنه اپلای یعنی چیزت هم قبول شده باشه ولی بعد یه دفعه مثلا یه مثال بزنم، اگه یه ویزای هست J1 بهش میگن، ویزای J1 تو اگه بگیری بری آمریکا، بعد اینکه دوره تحصیلت education ترینینگی که داری تموم شه، باید 2 سال از آمریکا خارج شی و بعد دوباره اقدام کنی واسه یه ویزای دیگه. حالا یه سری اپورتونتی هست میتونی ویزاتو ویف کنی، یه سری چیزای مثلا یه دلیلی بیاره که نمیتونی آمریکا رو ترک کنی، میتونی ویزاتو ویف کنی، وکیل رو بگیری و این چیزا، ولی بازم نمیتونی مثلا واسه گرین کارت یه چیزی اقدام کنی. واسه همین این پروسه خیلی طولانی میشه. ولی اگه از همون اول تو ویزات کاری باشه، از همون اول تو پروسه گرین کارت میافتی، مالیات میدی، گرین کارت یعنی میری به سمت گرین کارت گرفتن. واسه همین خیلی ویزا مهمه. ولی بعد تو میخوای بری مستقیم کار کنی دیگه، تخصص یا تخصص نمیخوای بگیری؟ نه اصلا نمیتونی تو آمریکا، حتما باید تخصص بگیری. اصلا دکتر جی پی آمریکا نداره. جدی میگی؟ آره. بعد تخصص گفتی داخلی دوست داری؟ من اول میخوام داخلی بخونم، بعدش میخوام کاردیولوژی بخونم، بعدش میخوام اینترونشنال کاردیولوژی. اینترونشنال کاردیولوژی میشه همینا که سکته میکنی تو قلبت استنت میذارن میرن فنر رو این داستانا. آفرین باز میکنه رگو. خیلی خفنه. بعد چقدر طول میکشه؟ خیلی فکر کنم باید چند سال بخونی دیگه؟ 3 سال داخلی، 2 سال قلب، 1 سال فلو اینترونشنال. چقدر شد من؟ میشه 6 سال. اوه خدا. ولی خب کار داری میکنی، بهت پول میدن. بعدش هم خیلی اینترستینگه، یعنی بازم دیگه 6 سال آرش باید امتحان و درس و شب امتحان. اگه دوست داشته باشی مثلا پشنش رو داشته باشی. با مدیسن خیلی آره من خیلی واقعا ببین اینطوری هم که من اینطوری هم که یه دوستام برم زود، شاید منم شاید برسم به این لول تو بگم که آقا من تخصص میخوام، خودم دوست دارم، ولی از یه طرفم دیگه خستم دیگه، میخوام برم زودتر کار کنم و اینکه دوباره بشم 2-3 سال یه تخصص واسه دندون بخونم و فعلا اینطوری هم که بهش فکر نمی‌کنم. ببین میدونی من این مثل پزشکیه، تشخیص بیماریا، یه فیلینگ خیلی خوبی تشخیص خود این چیزا بهت میده. من تو پزشکی رشته یا دیاگنوستیس هن، یعنی مثلا تو تشخیص میدی، یه سری رشته مثل جراحی ها یه کاری انجام میدی، یه مثلا یه اینترونشنی داری انجام میدی. ولی خب مثلا اینترونشن کاردیولوژی که من میخوام جفتشو تا حدودی داره، این خیلی باحاله و یه حس خیلی خوبی بهت میده که تو میگم این پازل رو حل کنی. یه حس عجیب غریب خفنی هم وقتی یه مریض تو جونشو نجات میدی داره، تو نمیتونی اونو هیچ جا ببینی. با زندگی طرف ببین تو مثلا فکر کن تو روزانه توی سخت‌ترین لحظه زندگی آدما هستی. وقتی تو زندگی توی لحظه بسیار سختیه، خب به هر حال مرگ و زندگیه، و تو با یه مریض، با خانواده مریضی که دارن یه ترومای عجیب غریبی رو حس میکنن صحبت میکنی، یه سری مکالمات جالبتر میشنوی، یه سری میدونی حرفای میشنوی که بار معنایی بیشتری دارن. اصلا کلا یه اون استیت زندگی طرف یه حالتی که خیلی عجیب غریب تره. آره خیلی مکالمه میتونیم بیشتر هم خودش احساس آفرین اصلا معنی زندگی رو بیشتر میفهمی. اون لحظه اکت نمیکنه، یعنی مهربونیش، بد اخلاقی مریضه. آفرین. حالا اصلا اگه اون تراست بین دکتر و پیشنت باشه خیلی اون زیبا میشه. مثلا من یادمه یه بار تو بیمارستان کاری هم نمی کردم، یعنی من فقط وایساده بودم، بقیه دکترها داشتن. مریضه توی بخش بستری بود، بعد یه دفعه تشنج کرد، بعد من فقط داشتم کمک میکردم که بگیریمش که نرسه بیاد بهش دارو بزنه، یعنی مثلا دکتر بهش گفت برو فلان دارو بیار، اومد بهش دارو بزنه، من فقط گرفته بودم. بعد اینو که مثلا به این مریض زدن مثلا یکم آرومتر، چون اون موقع یکم اصلا کانچس نیست، اصلا نمیفهمن چی داره بشینه. مثلا بعدش که رفتم بالای سرش و اینا، بعد مثلا یه دفعه شروع کرد با این وجود که میدونست مثلا منم مجاری بلد نیستم آنچنان،
مثلا سعی کرده بود مثلا انگلیسی که بلدم نیست یه جوری مثلا از من تشکر کنه. ببین همین اتفاق کوچیک یه دفعه یه روز تو رو یه خیلی خوبی به تو میده، روز تو رو تغییر میده. مثلا میبرتت به سمت این که خیلی از دکترا رو من میبینم حالا همه فکر میکنن دکترا مثلا خیلی پولدارن و اینا، ولی واقعا خیلی از دکترا اصلا پولدار نیستن، ولی همین فیلینگه هست که نگرشون میداره و کار میکنن، مخصوصا تو ایران. فکر کنم واسه ما هم هست، ما رو مریض برای ما میاد تو دنتیستی اینی که یارو تشکر میکنه و مثلا اینا خیلی حس خوبیه، یعنی بعضیشون آره دقیقاً خیلی بعضیشون خیلی مثلا ریسپکتفول میاد. آره واقعا خیلی این حس رو من واقعا علتیه که هی باعث میشه ادامه بدم و هی برم به اونجایی که میخوام. الان داشتم باهات حرف می‌زدم چون من کاراکتر این تو خیلی کم دیدم، یعنی ما هر موقع همو دیدیم اشغالی بوده. بعد واسه من خیلی جالبه که تو 2 تا کاراکتر، یعنی یه کاراکتر خیلی مدیسن جدی عشق چیز و یه دونه دیوونه بازی بود که ما همیشه تو اون دیوونه بازی بودیم تو چیز بودیم باحاله. ولی این چیزه من همیشه سعی کردم تو زندگی این بالانس رو بتونم حفظ کنم. تو تابستون تومارلند هم رفته بودی؟ بار چندم بود؟ دستمندشم این دستمند تومارلند داره؟ این مال 2022 شه، امسالش نیست. خیلی وایب خوبی منو نگو. بعد میشه این تابستون اگه رفتین، اگه نرفتی آمریکا من بگی من بیام تومارلندو، چون منو باید پوش کرد. من فستیوال خیلی سخت، من هم تو کلاب سخت میام. این فستیوال یه وایب دیگه داره به جز اون موزیک، این همه آدم خوشحالی یه جا جمعن. خیلی تو چند بار رفتی تومارلند؟ من 2 بار تومارلند رفتم. 2 بار؟ یکی پشت هم بوده، یعنی یکی تا حالا خیلی این جالب بود. ما 2020 یعنی عجیب ترین سال زندگی ما بود. من و دوستم تیکت ال کلاسیکو گرفتیم. ال کلاسیکو کنسل شد 3 روز قبلش، سر نمیدونم تظاهرات شده بود چی بود، کنسل شد. واقعا میگی؟ آره ما رفتیم بارسلون ولی کنسل شد ال کلاسیکو. بعد چون تو من فکر کنم تو بعدیام بس، چون ما یه والنسیا با هم قرار بود بذار اینا بازش نکنیم. یه سفر والنسیا من تو یه اپیزود بشه، ولی ولی نشد. حالا خب اینو بگو آرسا حالا. بعد آره اون نشد. ما تیکت تومارلند گرفتیم، مثلا رفتیم بارسلونا، حالا بازی ندیدیم ولی رفتیم، خوشم گذشت. برگشتیم تیکت تومارلند گرفتیم، کووید شد کنسل. این 2020 این 2020 بعد تیکت اون رو ریفاند نکردیم چون که سختم است گرفتنش. دیگه گذاشتیم 2021 بریم، 2021 هم کنسل شد دیگه. 2022 رفتیم. بعد 2022 چرا ریفاند؟ یعنی بهتون تیکت جدید دادن؟ مثلا گفتن مثلا یا پولشو میدیم یا تیکت گفتن اگه میخواین ریفاند میتونید بکنید، اگه نه میتونید واسه سال بعد. تو سال بعدش 2022. آره 2022 رفتیم. پس یه دونه 2022 رفتی تومارلند، یه دونه 2023. آره. چه جونی داشتیم مثلا میرفتیم 5 روز فستیوال تو تنت. تو الان بگو این تومارلند تنت بودی؟ نه این تومارلند خونه یک از دوستان بود. اصلا من هیچ میشه بگی کدوم شهره؟ یه شهریه نزدیک آنتورپ تقریبا. پس بلژیکه؟ آره تو بلژیک. یه شهری به نام بوم. آره اصلا اسمش بوم. خب که تو دوست نداری بری خیلی باید خفن باشه یه تومارلند. خیلی وایب بالی داره. بعد سیگت هم تو نرفتی؟ تو هم فکر کنم باید پوش کنیم بری. ولی با هم بریم فکر کنم خیلی خوشه. یه بار بعد با هم بریم. بعد بگو خب بعد 2022 رفتی چجوری بود؟ به این 2022 عجیب بود چون من کارت اقامتم هنوز نیومده بود. صبح روزی که می‌خواستیم بریم. بعد گرفتنش هم عجیب بود. من رفته بودم مثلا ایمیگریشن آفیس به من گفته بودن کارت اقامتت ما فرستادیم. بعد رفتم پست آفیس گفت ما دادیم دست پستمن. من در به در از این ور به اون ور دنبال کارت. صبح رفتم سر کوچه وایسادم، این ماشینای پستمن که رد میشن دونه دونه بهشون گفتم آقا من اسمم اینه، کارت چیزی از من دست شما نیست. یکیشون گفت چرا دست منه. اگه من نمیرفتم مثلا طرف میگفت من میخواستم فردا کارت تو رو بیارم. من بعد بری مثلا پروازت کجا گرفتی؟ به آنتورپ رفتیم؟ نه بروکسل. بعد از اونجا میری بوم. از بروکسل رفتیم
آنتورپ خونه دوستم و سلامونو گذاشتیم. مال 2022 دیگه. آره 2022. چقدر خوش. چقدر خوش. جدی واقعا اصلا بچه بود صبح بیدار میشدین مثلا ظهر مثلا میرفتین دیگه. ببین فرق تومارولند با فستیوالای اینجا خیلی تایمینگشه. مثلا ما اینجا سیگت یا بالاتون که میرفتیم فستیوال 3-4 میرفتیم تا 5 صبح. تا 5 صبح ملت میکومن. ولی اونجا 12 یا تا 1 تموم میشد. جدی یک آره فستیوال تمومه. همه میرفتم اونجا تنت زیاده ولی فکر اونجا خیلی ها میرن تنت. ولی ما دیگه خب ما بار 2022 پکیج تنت گرفتیم چون تیکت های مختلف داره. ولی 2023 دیگه چون می‌نسیم میریم خونه دوست. 22 پس تنت بودی؟ نه تیکت تنت گرفتیم ولی رفتیم خونه دوستم. چون 2020 که ما تیکت رو گرفتیم دوستم بلژیک زندگی نمی‌کنه. تنت سخته آخه واقعا. نه خیلی حال خودشون میده. مثلا دیگه روز سوم چهارم نمیپوکی؟ ما بالاتون 5 روز رفتیم تنت. خیلی حال نپوکیدی؟ نه واقعا نه. ولی بعدش مریض شدم. یعنی مثلا دیگه همش تو خواب پوکیدی دیگه آرش دیگه. بعدش تو خودش چیز نکرد. دیگه من آخه یه بار دیگه بحث شده بود بهت گفتم فستیوال واسه من سخته چون من درایو هم نمیزنم. بعد اینطوری که احساس کنم 5 روز کوبیدن سخته. ولی اینکه یه خونه داشته باشی اوکی. من فکرم تنت بودی تو. نه خب مثلا ما هم درایو نمیزنیم. مثلا بالاتون که خب مثلا حداقل من و مثلا دوستم که با هم رفتیم تومارولند جفتمون مثلا درایو که نمیزنیم. من حداقل باز مشروب میخورم اون دوستم مشروبم نمیخوره. این دیگه خیلی سخته درینک اصلا چیز کنی. موزیک خیلی وایبه باحاله. موزیک باحاله میدونی. ولی 2024 منو چیز پوش کن که جدی باهات بیام اگه رفتیم. درصد فکر کنم دیدم آره آوتفیتای آتیش میزنن کل وسیله رو. آره صد تو یه فستیوال بعد جبران میکنن. میخوام 2-3 تا چیز ازت بپرسم. اینو از همین پرسم. به تو چقدر واسط مهمه که وقتی میمیری یه چیزی برات یه چیزی بذاری به جا؟ میدونی چی میگم؟ یعنی کلا برات مهمه که یه یادگاری ازت بمونه؟ خیلی میگی من دوستم بعد مرگم همچین چیزی ازم بمونه. آره اگه بتونم خب دوست دارم. آره بعد مهمه مثلا این موندگاریه. آره خب خیلی حال میده که مثلا یه اسمی از تو یه جا بمونه. مثلا تو یه کار خفن کرده باشی یا یه کاری کرده باشی که یه تأثیری تو آینده داشته باشه. خب دوست چی بمونه مثلا؟ بهش فکر کردی تا حالا؟ مثلا نمیدونم. حالا خیلی چیزه. نه خیلی واقعا اصلا قبل اینکه تو این حرفو به من بزنی من همیشه تو ذهنم این بوده که مثلا همیشه دوست داشتم یه پیپری یه چیزی داشته باشم یا مثلا یه چیزی تو مدیسن باشه که مثلا در آینده بمونه. یه کاری کرده باشم که خیلی مهم شده باشه. یه مثلا به حالت آرزو طوره دیگه. چون من خودم مثلا اصلا خود فرست فیلم از همینجا میاد دیگه. من دوست داشتم این یه کمکی میکنه که یه سری حرفات یه سری چیزات بمونه. می چی میگم؟ یعنی چیزی که فکر میکردی و اینا. چون خودم آدمیم که بدم نمیاد. یعنی تو این فکر هستم همیشه که مثلا یه کاری کنم که این قضیه بمونه همیشه باهام. این خیلی جالبه. ولی به نظرم کلا خب میدونی تو هر چقدرم آدم مهمی باشی به هر حال یه روز میمیری و خیلی ها اصلا بعضی اصلا مهم نیست. تو همین مردم دیگه. اصلا با هم دیگه اسمم بد باشه خوب باشه اصلا یه یادگاری ازم تو این دنیا باشم. کسی مثلا خیلی اصلا کیر نمیکنه. اصلا خیلی هم مثلا طرف پادشاه یه کشور بوده خیلی آدم مهمی بوده ولی یادی ازش نیست یعنی دیگه. بعد فکر می‌کنی اگه بمیری دوروریات تو رو به چی یادشون میارن؟ بعد از اونها تو دوست داری مثلا به چی یادت کنن؟ مثلا دوست داری چی تو یاد کنن وقتی مردی؟ مثلا میگن یه آدمی بود کمک کرد. کمک؟ یعنی مثلا بتونم به چند نفر کمک کنم. ببین نه مثلا فرض کن مثلا دوست پارتنرت تو رو به چی؟ مثلا پارتنر مثلا یه جا بشینه میگه آرش مثلا خیلی چی بود؟ پارتنرت زه خوبه. یه همینجا چیز کن این بذاریم واسه به مرگ فکر میکنی خیلی جدی حالا؟ والا اینو میخوام اسپشیال تو به رضا فقط اینجا شب واقعا ترسناکه چون هنوز لایف استایلشو تجربه نکرد.
بذار اینا با این یه سفر والنسیا من تو یه اپیزود بشه ولی آره